مسئله انرژی. صبح خیلی زود بیدار شدیم و به سمت مشرق به راه افتادیم. در طول راه تقریباً حرفی بین ما رد و بدل نشد. پیش از حرکت ویل گفته بود که با گذر از کوههای آند مستقیماً به طرف محلی به نام های سلوا می رویم که دامنه هایی پوشیده از جنگل و جلگه هایی وسیع دارد. اما توضیح بیشتری نداده بود. من سوالهای زیادی راجع به گذشته ویل و مقصدمان پرسیده بودم، اما او مؤدبانه از پاسخ دادن به آنها امتناع کرده بود. می گفت که می خواهد حواسش را روی رانندگی متمرکز کند. پس از آن من هم دیگر حرفی نزدم و در عوض مشغول تماشای مناظر اطراف و چشمانداز خیره کننده قله های آن شدم. نزدیک ظهر به آخرین قله مرتفع رسیدیم. توقف کردیم و بدون آنکه پیاده شویم مشغول خوردن ساندویچ ها و تماشای دره وسیع و بایر مقابل شدیم. در آن سوی دره تپه های کوچکتر و پوشیده از گیاهان سرسبز و شاداب قرار داشتند. همانطور که غذا می‌خوردیم ویل گفت که ما شب را در ویسینته می‌گذرانیم، اقامتگاهی که در قرن 19 میلادی ساخته شده و در آن زمان متعلق به کلیسای کاتولیک اسپانیا بوده است، اما در حال حاضر یکی از دوستانش مالک آنجاست و پاتوق مناسبی برای برگزاری گردهمایی‌های علمی و تجاری شده است. با همین توضیحات مختصر بود که بار دیگر در سکوت به حرکت ادامه دادیم. ساعتی بعد به ویسینته رسیدیم و از یک در بزرگ سنگی آهنی داخل شدیم و از راهی سنگی و باریک به طرف قسمت شمال شرق ملک رفتیم. بار دیگر با کنجکاوی در مورد ویسینته و علت رفتنمان به آنجا از ویل سوال کردم، اما مثل دفعات گذشته سوالاتم را نادیده گرفت. فقط این بار با صراحت پیشنهاد کرد که تمام حواسم را متوجه مناظر اطراف بکنم. زیبایی ویسینته به سرعت مرا تحت تأثیر قرار داد. مراتع و باغ‌های رنگین میوه اطرافمان را پوشانده بودند. علف‌ها از سبزی و تراوت فوق‌العاده‌ای برخوردار بودند و حتی زیر درختان عظیم بلوط که در سرتاسر مرتع به فاصله 100 فوت از هم قرار داشتند، توده انبوهی از آنها رویده بودند. جذابیتی شگفت‌انگیز در این درختان عظیم الجثه وجود داشت که قادر به درک علت آن نبودم. پس از حدود 1 مایل جاده به طرف شرق پیچ می‌خورد و شیب ملایمی به طرف بالا پیدا می‌کرد. اقامتگاه مزبور روی یک تپه کوچک قرار داشت. ساختمانی عظیم بود که به سبک اسپانیولی و از سنگ‌های خاکستری و الوار ساخته شده بود و شامل یک ایوان بزرگ مسقف بود که تمامی دیوار جنوبی را فرا گرفته و به نظر می‌رسید که حداقل دارای 50 اتاق است. درختان بلوط بسیار بزرگی که در اطراف رویده بودند محوطه حیاط را مشخص می کردند. داخل حیاط مملو از گیاهان عجیب و رنگارنگ و گذرگاه‌هایی بود که با گلها و سرخس‌های بسیار زیبا آراسته شده بودند. عده‌ای در ایوان و عده‌ای دیگر در میان درختان با فراغت مشغول صحبت بودند. هنگامی که پیاده شدیم ویل لحظه‌ای درنگ کرد و به چشمانداز آنجا خیره شد. آن سوی خانه در سمت شرق زمین با شیب ملایمی به طرف پایین کشیده شده بود و به چمنزارها و سپس جنگل ختم می شد. در دوردست رشته‌ای دیگر از تپه‌های ارغوانی متمایل به آبی به چشم می خورد. ویل گفت: فکر می‌کنم بهتر باشه برم و مطمئن بشم که اتاق خالی واسه ما دارن. تو چرا وقت تو صرف تماشای این حوالی نمی‌کنی؟ از اینجا خوشت میاد. گفتم: جدی میگی؟ ضمن رفتن برگشت و به من نگاه کرد. حتما محوطه تحقیق رو بررسی کن. وقت شام میبینمت. معلوم بود که از تنها گذاشتن من منظوری دارد. اما به این مسئله اهمیتی ندادم. خیلی سرحال بودم و حتی ذره‌ای نمیترسیدم. ویل به من گفته بود با اینکه در اینجا اغلب راجع به کتیبه صحبت می شود، اما دولت کاری با این اقامتگاه ندارد، چون محل اقامت جهانگردان و منبع درآمد خوبی برای دولت است. یک راه پرپیچ و خم که از میان انبوه درختان عظیم به سمت جنوب کشیده میشد توجه مرا جلب کرد. از این رو به همان طرف رفتم. وقتی به درختان نزدیک شدم، دیدم در انتهای مسیر یک در آهنی کوچک قرار گرفته است و با چند پله سنگی به سمت پایین به یک چمنزار با گلهای وحشی منتهی می شود. در دوردست درختان میوه گوناگون، نهری کوچک
و زمینهای جنگلی بیشتری به چشم می‌خورد. کنار در ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم و زیبایی اطراف را تحسین کردم. صدایی از پشت سر پرسید: واقعاً زیباست، اینطور نیست؟ فوراً برگشتم. خانمی که حدود 30 سال داشت با یک کوله پشتی پشت سرم ایستاده بود. گفتم: بله، تا به حال همچین جایی ندیدم. لحظه‌ای هر دو به محوطه باز روبرویمان و به باغچه‌های پله پله‌ای که در اطراف ما قرار داشت و پوشیده از گیاهان استوایی بود خیره شدیم. سپس پرسیدم: شما میدونین محوطه تحقیق کجاست؟ گفت: البته، منم میرم همون سمت. راهنماییتون میکنم. پس از معرفی کردن خودمان از پله‌ها پایین رفتیم و از راه پر رفت و آمدی به سمت جنوب به راه افتادیم. اسم او سارا لارنر بود. موهای خاکستری و چشمانی آبی داشت و با وجود رفتار جدیش حالتی دخترانه داشت. مدتی بدون اینکه صحبت کنیم قدم زدیم. پرسید: این اولین باریه که اومدین اینجا؟ پاسخ دادم: بله، من در مورد اینجا اطلاعات زیادی ندارم. خب من حدود 1 ساله که گهگاهی میام اینجا، پس میتونم اطلاعات کمی راجع به اینجا در اختیارتون بذارم. حدود 20 سال پیش این مکان به عنوان یه پاتوق بین‌المللی تحقیقات علمی شناخته شد. سازمان‌های مطالعات علمی متعددی به خصوص زیستشناسا و فیزیکدانا جلسه‌های خودشون رو اینجا برگزار کردن تا اینکه چند سال پیش. لحظه‌ای مردد شد و به من نگاه کرد. در مورد کتیبه‌ای که اینجا کشف شده چیزی شنیدین؟ گفتم: بله، در مورد بصیرت اول و دوم یه چیزایی شنیدم. دلم میخواست بگویم که چقدر این کتیبه مرا تحت تاثیر قرار داده است، اما منصرف شدم. نمیدانستم باید به او اعتماد کنم یا خیر. گفت: حدس میزنم که علتش همین مسئله باشه. به نظر میرسید که شما در جستجوی انرژی هستین. از پلی چوبی که روی نهر ساخته شده بود گذشتیم. پرسیدم: کدوم انرژی؟ ایستاد و به نرده‌های کنار پل تکیه داد. در مورد بصیرت سوم چیزی میدونی؟ هیچی. این بصیرت یه درک جدید از دنیای فیزیکیه. این بصیرت میگه که ما افراد بشر به وجود اون چیزی که در گذشته یه نوعی از انرژی نامرئی بوده پی میبریم. این اقامتگاه هم یه محلیه برای تشکیل جلسه های دانشمندایی که علاقمند به مطالعه و بحث و گفتگو راجع به این مسئله هستن. پرسیدم: پس دانشمندا فکر میکنن که این انرژی واقعیت داره؟ برگشت تا از پل عبور کند و گفت: فقط یه عده‌ای. ما واسه متقاعد کردن اونا تلاش میکنیم. پس شما هم یه دانشمند هستین؟ من توی یه کالج کوچیک توی مین فیزیک تدریس میکنم. چرا بعضی از اونا با شما مخالفن؟ برای لحظه ای ساکت شد. گویی در حال فکر کردن بود و گفت: شما باید تاریخ علم رو درک کنین. سپس به من خیره شد. گویا میپرسید آیا میخواهم بیشتر در این مورد بدانم و من با اشاره سر از او خواستم ادامه بدهد. یه لحظه به بصیرت دوم فکر کنین. بعد از شکست عقاید قرون وسطایی ما توی جهان غرب پی بردیم که توی یه دنیایی کاملا ناشناخته زندگی میکنیم و متوجه شدیم که واسه فهمیدن ذات هستی باید واقعیت ها رو از خرافات جدا کنیم. به این ترتیب ما دانشمندا یه طرز فکر جدید به نام ظن علمی رو فرض کردیم که در حقیقت برای هر اظهار نظری راجع به عملکردهای جهان هستی دنبال شواهد قطعیه. قبل از باور کردن هر چیزی به یه مدرک قابل رؤیت و ملموس احتیاج داشتیم و هر طرز فکری که از طرق فیزیکی قابل اثبات نبود به طور یقین مردود شناخته میشد. خدا میدونه که این نقطه نظر فقط واسه شناسایی پدیده‌های مشهود طبیعت به ما کمک کرد. پدیده‌هایی مثل کوه‌ها، ستاره‌ها، سیاره‌ها، درخت‌ها، خلاصه چیزایی که همه بتونن بدون چون و چرا اونا رو درک کنن. برای کشف نحوه عملکرد جهان هستی فعالیت سریعی رو در جهت شناخت دنیای فیزیکی شروع کردیم. به این نتیجه رسیدیم که اون چیزی که توی طبیعت رخ میده
تابع یک قانون طبیعیه و هر رخداد یک علت فیزیکی قابل درک داره. لبخند معنیداری زد و ادامه داد: میدونی در حال حاضر دانشمندا و سایرین توی بسیاری از موارد مثل هم شدن. ما هم مثل دیگران تصمیم گرفتیم روی این دنیایی که توی اون حضور داریم حکم فرمایی کنیم. نظر ما این بود که دنیا رو بشناسیم و اون رو به یه محیط امن و قابل اداره تبدیل کنیم و دیدگاه زن هم باعث شد که همه توجه خودمون رو به مسائل مادی که امنیت ما رو تأمین می‌کرد معطوف کنیم. از پل گذشتیم و پس از عبور از راهی پرپیچ و خم به چمنزار و سپس به منطقه‌ای پوشیده از درختان متراکم رسیدیم. او ادامه داد: با این دیدگاه علم به طور اصولی عدم قطعیت و تردید رو از بین برد. به دنبال ارائه نظریه نیوتن که واسه مدت‌ها تنها نظریه قابل اثبات در مورد راز هستی بود، به این نتیجه رسیدیم که جهان مثل یه ماشین پیچیده است که به یه طریق از قبل تعیین شده‌ای عمل میکنه. به این ترتیب اسم وقایعی که به طور همزمان رخ میدادن و هیچ رابطه علت و معلولی با همدیگه نداشتن رو گذاشتیم وقایع اتفاقی. بعد 2 گروه از تحقیقات انجام شده باعث شدن تا یه بار دیگه به راز جهان هستی پی ببریم. در مورد ایجاد تحولات فیزیکی مطالب خیلی زیادی طی دهه‌های اخیر نوشته شده، اما در واقع تغییرات از 2 منبع عمده سرچشمه میگیرن: یافته‌های مکانیک کوانتوم و یافته‌های آلبرت انیشتین. ماده جامد از جمله خود ما در واقع یه فضای خالیه که یه صورتی از انرژی توی اون جریان داره و طبق مکانیک کوانتوم با مشاهده این صورت انرژی در کوچکترین سطح نتایج شگفت‌آوری به دست میاد. تجربه نشون میده وقتی ما اجزای کوچیک این انرژی رو که ذرات بنیادین نام دارن میشکنیم تا چگونگی عمل کرده اونا رو بفهمیم، مشاهده ما از این امر باعث تغییر نتایج میشه. انگار این ذرات بنیادین تحت تاثیر خواسته های آزمایشگر قرار میگیرن. با توجه به قوانینی که ما در مورد جهان میدونیم، این مسئله حتی در مورد ذراتی که باید توی یه مکان حضور داشته باشن که ورود به اون براشون غیر ممکنه هم صدق میکنن. یعنی در مورد مسائلی از قبیل حضور همزمان در 2 مکان متفاوت یا حرکت همزمان به جلو یا عقب. سخن خود را قطع کرد تا دوباره به من نگاه کند و ادامه داد: به عبارت دیگه خمیره اصلی و اساسی هستی نوع خالصی از انرژی که طبق خواسته و انتظار بشر و برخلاف الگوی قدیمی مکانیستیک جهان قادر به حرکته. انگار انرژی طبق خواسته ما در جهان جریان پیدا کرده و سیستم‌های دیگه انرژی رو تحت تاثیر قرار میده و این به طور دقیق همون مطلبیه که بصیرت سوم ما رو به قبول اون دعوت میکنه. سر تکان داد و گفت: متاسفانه خیلی از دانشمندای نظریه رو جدی نمیگیرن. اونا ترجیح میدن مردد باقی بمونن و صبر کنن تا شاید ما بتونیم این نظریه رو ثابت کنیم. صدای ضعیفی از دور به گوش رسید: آهای سارا، ما اینجا هستیم، اینجا. طرف راست ما 50 یارد جلوتر در میان درختان یک نفر را دیدم که دست تکان میداد. سارا به من نگاه کرد. باید برم و چند دقیقه‌ای با اونا صحبت کنم. من ترجمه بصیرت سومو دارم. اگه مایل باشین میتونین تا من برگردم یه جایی بشینین و یه قسمتی از اونو بخونین. گفتم حتما. از داخل کوله پشتیش یک پوشه درآورد و به من داد و رفت. پوشه را برداشتم و اطراف را نگاه کردم تا جایی برای نشستن پیدا کنم. در این قسمت سطح جنگل پوشیده از بوته‌های کوچک و تا حدی نمناک بود، اما در سمت شرق زمین مانند تپه‌ای برآمده شده بود. تصمیم گرفتم به آن طرف بروم و جایی خشک برای نشستن پیدا کنم. هنگامی که به بلندای آن برآمدگی رسیدم، زیبایی خیره کننده آن منظره مرا شگفت زده کرد. انبوه درختان بلوط به فاصله 50 فوت از هم رویده بودند و شاخ و برگ در هم رفته آنها سایبان سبز رنگی را به وجود آورده بود.
سطح زمین جنگل پوشیده از گیاهان برگ پهن استوایی با 4 یا 5 فوت بلندی و 10 اینچ پهنا بود و بوته‌هایی پر از گل‌های سفید و سرخس‌هایی عظیم به طور پراکنده در فواصل آنها رویده بودند. جای خشکی را پیدا کردم و نشستم. بوی نم برگ‌ها و عطر شکوفه‌ها را به خوبی احساس می‌کردم. پوشه را باز کردم و نخستین صفحه ترجمه را آوردم. در مقدمه کوتاهی نوشته شده بود که بصیرت سوم ادراک متفاوتی از دنیای فیزیکی ارائه می‌دهد. کلمات آن به وضوح بازتاب سخنان خلاصه سارا بود. پیش بینی می شود که بشر در زمانی نزدیک در پایان هزاره دوم انرژی جدیدی را کشف می کند که اساس تمامی پدیده ها از جمله انسان می باشد و به صورت تشعشعات بیرونی در تمام پدیده ها ظاهر می شود. لحظه ای راجع به این مسئله فکر کردم. سپس قسمتی را خواندم که حسابی مرا شگفت زده کرد. کتیبه بیان می کرد که مشاهده این انرژی با توجه بیشتر نسبت به زیبایی ها آغاز می شود. در حالی که به این موضوع فکر می کردم، صدای پای کسی در جاده پایین تپه توجه مرا جلب کرد. درست در لحظه‌ای که سارا به سمت تپه نگاه کرد و مرا دید، به او نگریستم. زمانی که نزدیک من رسید گفت: منظره اینجا فوق‌العاده است. به قسمتی که راجع به ادراک زیبایی هست رسیدین؟ گفتم: بله، ولی درست متوجه منظورش نمیشم. توی قسمت‌های دیگه کتیبه به طور دقیق‌تر بیان شده، اما من یه جور خلاصه وار اونو براتون توضیح میدم. ادراک زیبایی مثل یه فشارسنجه که به ما نشون میده تا چه حد به مشاهده واقعی انرژی نزدیک هستیم. خیلی روشنه. چون به محض اینکه انرژی رو مشاهده کنی میفهمی که زیبایی و انرژی در یک راستا قرار دارن. گفتم: طوری حرف میزنی مثل اینکه انرژی رو میبینی. ناخودآگاه به من نگاه کرد. همینطوره. اما اولین کاری که من انجام دادم تحسین عمیق‌تر زیبایی بود. اما چطور؟ مگه زیبایی نسبی نیست؟ سر تکان داد. ممکنه موجودات زیبا متفاوت باشن، اما اساسی ترین خصوصیاتی که ما به یک شیء زیبا نسبت میدیم مشابهن. دربارش فکر کنی. وقتی یه موجودی به نظر ما زیبا میاد، معمولاً واقعی تر، جذابتر و درخشانتر به نظر میاد. اینطور نیست؟ جلب توجه میکنه، تابناکه و در مقایسه با کدورت رنگ‌های دیگه موجودات تقریباً شفافتره. سر تکان دادم. ادامه داد: به اینجا نگاه کنید. مطمئنم زیبایی این منطقه شما رو هم مثل بقیه ما شگفت زده کرده. این محل شما رو مجذوب میکنه، مثل اینکه رنگ‌ها و اشکال جادویی هستن. خب، مرحله بعدی در مشاهده حوزه انرژی نگاه کردن به همه موجوداته. ظاهراً قیافم حیرت زده شده بود، چون او خندید و با جدیت گفت: شاید بهتر باشه به طرف محوطه تحقیق بریم. حدود نیم مایلی جنوب اینجاست. فکر میکنم واسهتون جالب باشه. از سارا تعجب کردم، چون با اینکه من یک غریبه بودم در مورد کتیبه برای من توضیح داده بود و اطراف ویسینتر رو هم به من نشان میداد. او در پاسخ فقط شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: مثل اینکه شما به کارهایی که ما انجام میدیم علاقه دارین. همه ما میدونیم که این تلاش‌ها به همه مربوط میشه و برای ادامه این تحقیق باید اطلاعات رو به امریکا و جاهای دیگه انتقال بدیم، اما به نظر میرسه مقامات محلی خیلی از ما خوششون نمیاد. در همین زمان صدایی از پشت سر به گوشمان رسید: ببخشید. برگشتیم و 3 مرد را دیدیم که با سرعت به طرف ما می آیند. هر 3 به نظر 40 ساله می رسیدند و لباس رسمی پوشیده بودند. مردی که بلند قدتر از بقیه بود گفت: امکان داره یکی از شما باغای محوطه تحقیق رو به ما نشون بده؟ سارا در پاسخ گفت: میتونم بپرسم اینجا چی کار دارین؟ من و همکارام از صاحب این ملک اجازه گرفتیم تا این باغ‌ها رو بررسی کنیم و در مورد تحقیقاتی که اخیراً در اینجا صورت گرفته با یه نفر صحبت کنیم. ما از دانشگاه پرو میاییم. سارا در حالی که لبخند میزد و ظاهراً برای روشن کردن موضوع گفت: گویا شما با نتایج تحقیقات ما موافق نیستین.
یکی از آنها گفت به هیچ وجه. ما فکر نمی کنیم پذیرفتن این مطلب یعنی رویت یه انرژی نامرئی که تا حالا هم مشاهده نشده عاقلانه باشه. سارا پرسید تا به حال سعی کردین اونو ببینین؟ آن مرد سوال را نادیده گرفت و دوباره پرسید ممکنه ما رو به سمت باغ‌های محوطه تحقیق راهنمایی کنین؟ سارا گفت البته حدود 100 یارد جلوتر یه راهی رو میبینین که به طرف شرق میره. از اون جاده برین، بعد از طی حدوداً 1/4 مایل اونجا میرسین. مرد بلندقد با عجله به راه افتاد و گفت متشکرم. گفتم راه رو اشتباه نشون دادی. پاسخ داد نه کاملا. باغ‌های دیگه‌ای هم اون قسمت وجود داره و کسایی که اونجا هستن آمادگی بیشتری واسه صحبت کردن با اینجور آدمای شکاک دارن. گاهی اینجا با همچین آدمایی برخورد میکنیم. نه تنها دانشمندا بلکه افراد کنجکاوی که نمیتونن بفهمن ما چی کار میکنیم. این مسئله مشکل موجود در درک علمی رو نشون میده. پرسیدم منظورتون چیه؟ همونطوری که قبل این گفتم، دیدگاه زن موقعی که به توضیح پدیده‌های ساده و قابل رؤیت در عالم هستی مثل درخت‌ها، نور خورشید یا رعد و برق میپردازه فوق‌العاده است. اما یک گروه دیگه‌ای از پدیده‌های قابل رؤیت وجود دارند که پیچیده‌ترن و قابل ملاحظه نیستن. در حقیقت حتی حضورشون هم قابل درک نیست تا زمانی که تردید رو کنار بذاری و تمامی راه‌های ممکن برای مشاهده اونها رو امتحان کنی. زمانی که تونستی اونها رو ببینی به تحقیقات موشکافانه خودت ادامه میدی. جالبه. کمی جلوتر جنگل تمام شد و من توانستم چندین قطعه زمین را که در هر کدام یک نوع گیاه به طور مرتب کاشته شده بود ببینم. به نظر می رسید که بیشتر آنها خوراکی هستند. همه چیز از موز گرفته تا اسفناج در آنجا وجود داشت. در سمت شرق هر قطعه یک راه سنگی پهن وجود داشت که در شمال به یک راه اصلی منتهی می شد و 3 انبار فلزی در کنار راه وجود داشت که 40 یا 50 نفر نزدیک هر یک از آنها مشغول کار بودند. سارا در حالی که به نزدیکترین انبار اشاره می کرد گفت میتونم یه تعدادی از دوستامو ببینم. بیاین بریم. دلم میخواد شما اونا رو ملاقات کنین. سارا مرا به یک خانم و 3 آقا که همگی سرگرم تحقیق بودند معرفی کرد. مردان چند کلمه‌ای با من صحبت کردند. سپس معذرت خواستند تا به کارشان ادامه دهند. اما به نظر می رسید آن زن که زیست شناسی به نام مارجوری بود وقت کافی برای صحبت کردن دارد. من توجه مارجوری را به خود جلب کردم و پرسیدم شما دقیقاً درباره چه چیزی تحقیق می کنین؟ به نظر می رسید که غافلگیر شده ولی لبخندی زد و سرانجام گفت نمیدونم باید از کجا شروع کنم. شما با کتیبه آشنایی دارین؟ گفتم با بخش‌های نخستین اون آشنایی دارم. بصیرت 3 رو هم تازه شروع کردم. خب ما برای تحقیق در این مورد اینجا هستیم. بیاین تا یه چیزی رو بهتون نشون بدم. به من اشاره کرد که دنبال او بروم. ما ساختمان فلزی را دور زدیم و به قطعه‌ای که در آن لوبیا کاشته شده بود رسیدیم. متوجه شدم که لوبیاها به طور فوق‌العاده‌ای سالم هستند و نشانه‌ای از آفت زدگی یا برگ‌های پژمرده در آنها دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسید گیاهان در یک گیاهخوار قوی و تقریباً نرم رویدند و فضای کافی برای هر گیاه در نظر گرفته شده است به طوری که ساقه‌ها و برگ‌های آنها نزدیک هم بودند ولی با هم تماس نداشتند. او به نزدیکترین گیاه اشاره کرد و گفت ما سعی کردیم به این گیاه‌ها به عنوان سیستم‌های کامل انرژی نگاه کنیم و تمام اون چیزی که واسه رشد اونا لازمه رو در نظر بگیریم. خاک، کود، رطوبت و نور. اون چیزی که ما کشف کردیم اینه که کل اکوسیستم اطراف هر گیاه در حقیقت یه سیستم زنده و به عبارت یه ارگانیسمه و سلامتی هر قسمت روی سلامتی کل سیستم اثر میذاره. مکسی کرد سپس گفت نکته اساسی اینه که به محض اینکه ما به بررسی ارتباطهای انرژی که اطراف گیاه وجود داره پرداختیم به نتایج شگفت‌انگیزی رسیدیم.
گیاهایی که در تحقیقات ما به کار رفتن چندان بزرگتر از حد معمول نبودن، اما طبق معیارهای تغذیه غنی‌تر بودن. چطور اینو اندازه گرفتین؟ اونا پروتئین، هیدرات کربن، ویتامین و املاح بیشتری داشتن. مشتاقانه به من نگاه کرد و گفت اما مسئله جالب توجه فقط این نبود. ما پی بردیم گیاهایی که تحت مراقبت و توجه مستقیم بشر قرار گرفته بودن غنی‌ترن. پرسیدم چه نوع توجهی؟ گفت میدونین زیر و رو کردن خاک اطراف اونا، مراقبت روزانه و از این قبیل کارا. توی این آزمایش ما یه گروهی از گیاها رو تحت نظارت خودمون قرار دادیم. یه دسته‌ای با مراقبت ویژه و یه دسته‌ای بدون این مراقبت ها. در این زمان یافته هامون تایید شد. او ادامه داد و دیگه اینکه ما این نظریه رو تعمیم دادیم. محققه داشتیم که نه فقط به گیاها توجه میکرد، بلکه به طور ذهنی از اونا میخواست که رشد سالمتری داشته باشن. این شخص در عمل کنار گیاها مینشست و تمام توجه و وقتش رو روی رشد و نمو اونها متمرکز میکرد. اونا رشد سالمتری داشتن؟ به میزان قابل توجه و در ضمن رشد سریعتری هم داشتن. فوق‌العاده است. بله همینطوره. در حالی که به آقایی که به نظر 60 ساله می آمد و به ما نزدیک می شد نگاه می کرد، صدایش را پایین آورد. آهسته گفت آقایی که به طرف ما میاد متخصص علم تغذیه موجودات میکروسکوپیه. اون اولین بار 1 سال پیش اومد اینجا و بلافاصله از دانشگاه ایالتی واشنگتن مرخصی گرفت. اسمش پروفسور هینزه و تحقیقات ارزشمندی انجام داده. زمانی که او نزدیک ما رسید، مارجوری مرا معرفی کرد. مردی قوی هیکل با موهایی به رنگ مشکی که روی شقیقه ها به خاکستری گراییده بود. پس از اصرار مارجوری، پروفسور شروع به توضیح خلاصه ای از تحقیقاتش کرد. به من گفت که بیش از هر چیز علاقمند به نحوه عملکرد اعضای بدن به هنگام آزمایش‌های خون بسیار حساس است، به خصوص که این عملکرد به کیفیت غذای مصرفی بستگی دارد. وی گفت چیزی که بیشتر از همه توجه او را جلب کرده نتایج یک تحقیق ویژه است. این تحقیق نشان می‌دهد با وجودی که گیاهانی همچون گیاهان ویسینته که تحت تغذیه مناسب قرار دارند به نحو چشمگیری باعث افزایش نیروی جسمانی می‌شوند، ولی این افزایش نیرو ورای تصوری است که ما از تأثیر این مواد غذایی بر فیزیولوژی بدن انسان داریم. یک عامل موروثی در ساختمان این گیاهان تأثیری به جا می‌گذارد که تاکنون کسی قادر به توجیه آن نبوده است. به مارجوری نگاه کردم و پرسیدم پس تمرکز حواس روی این گیاها تأثیری روی اونا میذاره که باعث افزایش توان بشر موقع خوردن اونا میشه؟ آیا این همون انرژیه که توی کتیبه بهش اشاره شده؟ مارجوری به پروفسور نگاه کرد. پروفسور تنها لبخندی سریع بر لب آورد و گفت هنوز نمیدونیم. در مورد تحقیقات آینده‌اش از او سوال کردم و او توضیح داد که قصد دارد باغ مشابهی را در ایالت واشنگتن به وجود آورد و تحقیقات دراز مدتی را شروع کند و ببیند آیا افرادی که از این گیاهان تغذیه می کنند با گذشت زمان از قدرت و سلامت بیشتری برخوردار خواهند شد یا نه. همانطور که او صحبت می کرد من نمی توانستم از نگاه کردن به مارجوری خودداری کنم. ناگهان مارجوری به طرز فوق‌العاده‌ای زیبا به نظرم رسید. با اینکه شلواری گشاد و بلوزی آستین کوتاه به تن داشت، اما اندامش کشیده و بلند به نظر می رسید. چشمان و موهای قهوه‌ای تیره داشت و موهایش به صورت حلقه‌های باریکی در اطراف صورتش ریخته بود. احساس جاذبه‌ای نسبت به او پیدا کردم. درست در لحظه‌ای که من از این احساس آگاه شدم، او سرش رو برگرداند و مستقیم به چشمان من خیره شد و 1 قدم از من فاصله گرفت. گفت باید کسی رو ملاقات کنم. شاید بعداً ببینمت. از هینز خداحافظی کرد و به من لبخندی زد و از کنار ساختمان فلزی عبور کرد و به سمت پایین جاده سرازیر شد. پس از چند دقیقه صحبت با پروفسور برای او آرزوی موفقیت کردم و به جایی که سارا ایستاده بود برگشتم. او هنوز سرگرم گفتگو با یکی دیگر از محققان بود، اما با نگاهش مرا تعقیب می‌کرد.
زمانی که به او رسیدم، مردی که کنارش بود لبخند زد. یادداشت‌هایش را در کلاسور مرتب کرد و به طرف ساختمان به راه افتاد. سارا پرسید: چیزی فهمیدی؟ با آشفتگی گفتم: بله، به نظر میرسه افرادی که اینجا هستن کارهای جالبی انجام میدن. در حالی که به زمین چشم دوخته بودم پرسید: مارجوری کجا رفت؟ وقتی سر بلند کردم دیدم با حالتی زیرکانه به من نگاه میکند. گفت که باید یک کسی رو ملاقات کنه. لبخند زد و گفت: باعث ناراحتیش شدی؟ خندیدم. فکر میکنم، ولی من چیزی نگفتم. گفت: لازم نبود حرفی بزنی. مارجوری تغییر توی حوزه تو رو تشخیص داد. کاملا واضح بود. منم از اینجا میتونستم ببینم. تغییر توی چه چیزی؟ حوزه انرژی اطراف تو. اکثر ما یاد گرفتیم که این حوزه رو حداقل توی نور مشخصی ببینیم. وقتی شخصی تفکرات خاصی در مورد کسی داشته باشه، حوزه انرژی اون به صورت موجی حرکت میکنه و به طرف فردی که مورد توجهش قرار گرفته پیش میره. به نظرم خیلی عجیب بود. اما پیش از آن که بتوانم چیزی بگویم، افرادی که از ساختمان فلزی بیرون می آمدند توجه ما را به خودشان جلب کردند. سارا گفت: حالا وقت انتقالات انرژی. مطمئنم که میخوای ببینی. ما به دنبال 4 مرد جوان که به نظر دانشجو می آمدند به طرف قطعه کاشت ذرت به راه افتادیم. وقتی نزدیکتر شدیم متوجه شدیم که این قطعه از 2 قطعه کوچکتر و مجزا که هر کدام 10 فوت مربع مساحت داشتند تشکیل شده است. ذرتی که در یکی از این قطعات کاشته شده بود حدود 2 فوت ارتفاع داشت و در قطعه دیگر ارتفاع گیاهان کمتر از 15 اینچ بود. آن 4 نفر به طرف قطعه‌ای که ذرت بلندتری داشت رفتند و هر کدام در یک گوشه نشستند، به طوری که رویشان به طرف داخل قطعه بود. به نظر می رسید که چشمان همگی در یک زمان مشخص به گیاهان دوخته شده است. آخرین انوار آفتاب بعد از ظهر از پشت سر ما میتابید و آن قطعه را با نوری ملایم و کهربایی رنگ روشن می کرد، در حالی که جنگل‌های آن سوی محوطه در تاریکی فرو رفته بودند. شمای گنگی از دانشجویان و قطعه زمین کاشت ذرت در آن زمینه تاریک به چشم می‌خورد. سارا کنار من ایستاده بود و گفت: عالیه، نگاه کن، میتونی ببینی؟ چیو؟ اونا انرژی خودشونو به گیاها منتقل میکنن. با دقت به آن صحنه خیره شدم، اما نتوانستم چیزی را تشخیص دهم. گفتم: چیزی نمیبینم. سارا گفت: پس بیشتر خم شو و نگاهتو روی فضای بین اون 4 نفر و گیاها متمرکز کن. لحظه ای احساس کردم نور ضعیفی را دیدم، اما فکر کردم شاید فقط یک پسدید یا خطای چشم باشد. چند بار دیگر هم سعی کردم تا چیزی ببینم، اما منصرف شدم. ایستادم و گفتم: نمیتونم. سارا دستش رو به آرامی به شانه‌ام زد و گفت: نگران نباش. اولین بار از همیشه مشکل تره. معمولاً واسه یاد گرفتن نحوه تمرکز چشم‌ها باید حسابی تمرین کنی. یکی از دانشجویان که در حال تمرکز بود به سمت ما نگاه کرد و انگشت اشاره خود را به نشانه سکوت به لب‌هایش نزدیک کرد. ما هم به ساختمان برگشتیم. سارا پرسید: مدت زیادی توی ویسینته میمونی؟ گفتم: احتمالاً نه. اون شخصی که همراه منه دنبال آخرین بخش کتیبه است. متعجب شد و گفت: فکر میکردم تموم قسمت‌های اون پیدا شده. گرچه مطمئن نبودم، فقط حدس میزدم. من اونقدر مجذوب قسمت‌هایی که مربوط به کار منه شدم که دیگه بقیه‌شو نخوندم. ناگهان به فکر افتادم که ترجمه سارا را کجا گذاشتم. بی اختیار دستم را در جیب شلوارم بردم. ترجمه در جیب عقب شلوارم مچاله شده بود. سارا گفت: میدونی ما فهمیدیم که 2 موقع از روز واسه دیدن حوزه انرژی مناسب تره: غروب و طلوع. اگه بخوای فردا موقع طلوع خورشید همدیگر رو میبینیم و میتونیم دوباره سعی خودمون رو بکنیم. دستش رو برای گرفتن ترجمه کتیبه دراز کرد و ادامه داد: اینطوری میتونم یه نسخه از ترجمه رو واسط تهیه کنم تا پیش خودت نگه داری. لحظه ای در مورد پیشنهاد او فکر کردم. ضرری نداشت. گفتم: چرا که نه؟ با این حال باید با دوستم صحبت کنم و مطمئن بشم که وقت کافی داریم. به او لبخند زدم و گفتم: چی باعث شده تو فکر کنی که من میتونم یاد بگیرم این انرژی رو ببینم؟
حدس میزنم. قرار شد ساعت 6 صبح یکدیگر را بالای تپه ملاقات کنیم. پس از آن به تنهایی به طرف اقامتگاهی که در 1 مایلی آنجا قرار داشت به راه افتادم. خورشید کاملا ناپدید شده بود، اما انوار آن همچنان در افق بر ابرهای خاکستری میتابید و آسمان را با رگه‌های نارنجی رنگ خود روشن میکرد. هوا خنک بود اما باد نمی‌وزید. به اقامتگاه رسیدم. همه در اتاق بزرگ ناهارخوری برای گرفتن غذا صف بسته بودند. احساس گرسنگی کردم. بنابراین جلوی صف رفتم تا ببینم غذا چیست. ویل و پروفسور هینز اوایل صف ایستاده بودند و به طور خودمانی صحبت می‌کردند. ویل گفت: خب، بعد از ظهر چطور گذشت؟ گفتم: عالی بود. ویل اضافه کرد: ایشون پروفسور ویلیام هینز هستن. گفتم: بله میدونم. قبل از این همدیگر رو ملاقات کردیم. پروفسور با پایین آوردن سر سلام کرد. موضوع ملاقات فردا رو گفتم. برای ویل مسئله نبود چون میخواست چند نفری رو که هنوز با آنها صحبت نکرده بود پیدا کند و تا پیش از ساعت 9 هم قصد حرکت نداشت. صف جلو میرفت. کسانی که پشت سر ما ایستاده بودند از من دعوت کردند که به دوستانم ملحق شوم. من هم کنار پروفسور در صف ایستادم. هینز پرسید: خب از کارای ما چیزی دستگیرت شد؟ گفتم: نمیدونم. سعی میکنم تا مسئله رو کمی هضم کنم اما نظریه حوزه انرژی برام جدیده. گفت: واقعیت این موضوع برای همه جدیده اما نکته جالب توجه اینه که این همون انرژیه که همیشه در جستجوی اون بودیم. مسئله عادی که تمام موضوعات دیگر رو در بر میگیره. علم فیزیک به خصوص از زمان انیشتین به دنبال اثبات تئوری وحدت حوزه هاست. نمیدونم آیا فعالیت‌های ما بر اساس این تئوریه یا نه اما حداقل این کتیبه باعث تحقیقات جالبی شده. پرسیدم: علم چطور این نظریه رو قبول میکنه؟ گفت: از طریق پیدا کردن یه راهی واسه اندازه‌گیری اون. در حقیقت وجود این انرژی چندان هم جدید نیست. کارات بازا در مورد انرژی چی صحبت کردن؟ انرژی که نیروی باور نکردنی اونها در شکستن چند آجر با دست و بی حرکت موندن در یک مکان و مقاومت در مقابل نیروی 4 نفر که فرد رو به جلو حرکت میدن توجیه میکنه. همه ما ورزشکارایی رو دیدیم که حرکات و چرخش‌های دیدنی رو به حالت معلق در هوا انجام میدن و در مقابل جاذبه زمین مقاومت میکنن. اینا همه از اون انرژی نهفته‌ای ناشی میشه که ما به اون دست پیدا کردیم. البته تا زمانی که افراد بیشتری خودشون این انرژی رو نبینن وجود اون مورد قبول واقع نمیشه. پرسیدم: شما تا به حال اونو دیدین؟ گفت: یه چیزایی دیدم. در حقیقت به چیزی که میخورم بستگی داره. چطور؟ خب افرادی که اینجا هستن و به راحتی حوزه‌های انرژی رو میبینن بیشتر از سبزی‌ها تغذیه میکنن و معمولاً این گیاهان مغذی رو خودشون کاشتن. به جایی که غذا رو توضیح میکردند اشاره کرد و گفت: این یه نمونه از اون غذاهاست. با این حال خدا رو شکر میکنم که اونا یه مقداری ماهی و گوشت پرنده واسه افراد پیری مثل من که به گوشت عادت کردن میذارن. اما اگه خودم رو مجبور کنم که نوع غذامو تغییر بدم خب میتونم یه چیزایی ببینم. از او پرسیدم چرا رژیم غذاییش رو برای مدت طولانی تری تغییر نمیدهد. گفت: نمیدونم. عادتهای قدیمی رو به سختی میشه کنار گذاشت. صف همچنان پیش میرفت تا نوبت به من رسید. فقط از سبزی‌ها سفارش دادم. هر سه ما سر یک میز بزرگتر کنار عده زیادی از مهمانها نشستیم و خیلی خودمانی صحبت کردیم. پس از آن من و ویل با هم بیرون رفتیم تا وسایلمان را از توی جیپ برداریم. پرسیدم: تو این حوزه‌های انرژی رو دیدی؟ لبخند زد و سر را به نشانه تصدیق تکان داد. گفت: اتاق من تو طبقه اول و اتاق تو توی طبقه سومه. اتاق 306. میتونی کلیدتو از قسمت پذیرش بگیری. اتاق تلفن نداشت.
اما من مهماندار را در راهرو دیدم و او به من اطمینان داد که یک نفر سر ساعت 5 صبح در اتاقم را خواهد زد. من دراز کشیدم و چند دقیقه‌ای به فکر فرو رفتم. بعد از ظهر طولانی و پرثمری بود و من علت سکوت ویل را فهمیده بودم. او می‌خواست که من بصیرت سوم را خودم درک کنم. پس از آن تنها چیزی که فهمیدم آن بود که از صدای در زدن بیدار شدم. به ساعتم نگاه کردم. درست 5 بود. وقتی مهماندار دوباره به در زد با صدای بلندی که او بشنود گفتم متشکرم. بعد برخاستم و از چهارچوب کوچک پنجره بیرون را تماشا کردم. تنها نشانه صبح پرتو کمرنگی از نور خورشید در سمت مشرق بود. به انتهای راهرو رفتم و دوش گرفتم. سپس با عجله لباس پوشیدم و پایین آمدم. در اتاق ناهارخوری باز بود و عده زیادی از مردم در جنب و جوش و رفت و آمد بودند. من فقط کمی میوه خوردم و با عجله بیرون آمدم. توده های مه نزدیک زمین حرکت می کردند و در دوردست روی چمنها را فرا گرفته بودند. مرغان آوازخوان یکدیگر را از میان درختان صدا می کردند. همچنان که از اقامتگاه دور می شدم، نخستین انوار خورشید در مشرق خط افق را قطع می کردند. رنگ شگفت‌انگیز آن بر آسمان سایه افکنده بود. آسمان آبی تیره بر بام افق زرد رنگ آرمیده بود. 15 دقیقه زودتر از موعد مقرر به آن تپه رسیدم. بنابراین نشستم و به تنه یک درخت بزرگ تکیه کردم و غرق تماشای شاخه‌های پرپیچ و خم آن شدم که تا بلندای آسمان کشیده شده بودند. پس از چند دقیقه صدای پایی را شنیدم. به تصور دیدن سارا به آن سمت نگاه کردم، اما مردی را دیدم که 45 ساله به نظر می رسید و او را نمی شناختم. بدون اینکه متوجه من شود، از جاده خارج شد و به طرف من آمد. وقتی به فاصله 10 فوتی من رسید، از دیدنم یکه خورد، به طوری که من مجبور شدم خودم را جمع کنم. با لهجه کاملا بروکلینی گفت: آه، سلام. شلوار جین پوشیده بود و چکمه‌های پیاده روی به پا داشت. اندام متناسب و ورزشکارانه‌ای داشت و موهایش مجعد و کم پشت بود. سر تکان دادم. گفت: معذرت میخوام که به طور ناگهانی پیش شما اومدم. اشکالی نداره. به من گفت که اسمش فیلستون است. من هم خودم رو معرفی کردم و گفتم منتظر یک دوست هستم. سپس گفتم: حتما شما هم مشغول تحقیق هستین. پاسخ داد: در حقیقت نه. من توی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کار میکنم. ما توی یه استان دیگه سرگرم مطالعه روی کاهش تعداد جنگل‌های انبوه و پرباران هستیم، اما هر وقت موقعیتشو داشته باشم میام اینجا با استراحت میکنم. دوست دارم وقتم رو توی جایی که جنگل‌های متنوع داره بگذرونم. به اطراف نگاه کرد و گفت: میدونی که بعضی از درختای اینجا نزدیک 500 سال عمر دارن؟ اینجا واقعاً یه جنگل بکره، یه چیز نادر. همه چیز در حد تعادله. درختای بزرگتر از شدت نور خورشید کم میکنن تا انبوه گیاهای استوایی زیر اونها به حیات خودشون ادامه بدن. زندگی گیاهی توی جنگل‌های پرباران قدمت زیادی داره، اما نحوه رشد اونا متفاوته و اینجا اساساً جنگلیه که بیشتر شبیه جنگل‌های منطقه معتدل در ایالات متحده است. گفتم: تا حالا جایی مثل اینجا ندیدم. گفت: میدونم. فقط تعداد کمی از این جنگل‌ها باقی مونده. دولت بیشتر این جنگل‌ها رو برای استفاده از چوبشون فروخته. مثل اینکه اونا توی این جنگل‌ها فقط انبوه چوب‌ها رو میبینن. لعنت به کسایی که جاهایی مثل اینجا رو خراب میکنن. به انرژی نگاه کن. تو میتونی انرژی اینجا رو ببینی؟ با دقت به من نگاه کرد. گویی پیش خود فکر میکرد آیا در این باره توضیح بیشتری بدهد یا نه. سرانجام گفت: بله میتونم. گفتم: خب من نتونستم. دیروز وقتی اونا روی گیاها تمرکز میکردن منم سعی خودمو کردم. گفت: من اولین بار نتونستم حوزه هایی به اون بزرگی رو ببینم. بعد مجبور شدم با نگاه کردن به انگشتام شروع کنم. منظورت چیه؟ بیا بریم اون طرف. من بهت نشون میدم.
به جای اشاره کرد که فاصله درختان از هم کمی زیاد بود و آسمان به خوبی دیده میشد. وقتی به آنجا رسیدم گفت خب تکیه بده و نوک انگشتای نشانت رو یه طوری قرار بده که با هم در تماس باشن و آسمان آبی پشت انگشتای تو قرار بگیره. حالا انگشتاتو 1 اینچ از هم دور کن و به فضای بین انگشتات نگاه کن. چی میبینی؟ غباری که روی عدسی چشمام نشسته. به اونا توجه نکن. چشماتو یه کمی از حالت تمرکز خارج کن. انگشتاتم به هم نزدیکتر کن. بعد بیشتر از هم فاصله بده. همانطور که او صحبت می کرد من انگشتانم را حرکت می دادم. اما نمی دانستم منظورش از این که چشمانم را از حالت تمرکز خارج کنم چیست. عاقبت با تردید نگاهم را روی فضای میان انگشتانم متمرکز کردم. نوک انگشتانم کم کم شفاف می شد و در همین زمان دیدم که چیزی شبیه خطی از دود بین انگشتانم کشیده شده است. گفتم خدای من. آنچه دیدم تشریح کردم. گفت خودشه. حالا یه کمی به این کار ادامه بده. نخست نوک 4 انگشت دیگرم و سپس کف و مچ دستانم را به هم نزدیک کردم. هر بار خط باریکی از انرژی را در فاصله این اعضا می دیدم. دستانم را پایین آوردم و به فیل نگاه کردم. پرسید تو میخوای انرژی رو ببینی؟ برخاست و چند قدم عقب رفت. سر و تنه خودش را طوری نگه داشت که آسمان درست پشت سرش قرار گرفت. چند دقیقه سعی کردم انرژی او را ببینم، اما صدایی از پشت سر شنیدم که تمرکزم را برهم زد. برگشتم و سارا را دیدم. فیل جلو آمد و خندید. این کسیه که تو منتظرش بودی؟ سارا لبخند زنان به طرف ما آمد و در حالی که به فیل اشاره می کرد گفت آهای من تو رو می شناسم. آنها همدیگر را به گرمی در آغوش گرفتند. سپس سارا به من نگاه کرد و گفت متاسفم که دیر کردم. ساعت ذهنم به یه دلایلی از کار افتاد، اما فکر میکنم حالا علتش رو میدونم. به شما فرصت داد تا با هم صحبت کنین. شما 2 نفر چی کار میکردین؟ فیل گفت اون همین حالا یاد گرفت که حوزه های انرژی بین انگشتای خودش رو ببینه. سارا به من نگاه کرد و گفت سال گذشته من و فیل این بالا بودیم و درست توی همین موقع همین کار رو تمرین میکردیم. به فیل نگاه کرد و گفت بیا پشتمون رو به هم بکنیم. شاید اون حوزه انرژی بین ما رو ببینه. آنها پشت به پشت هم جلوی من ایستادند. پیشنهاد کردم که نزدیکتر بیایند. آنها جلو آمدند و با فاصله حدود 4 فوت از من ایستادند. در مقابل آسمان که هنوز آبی تیره بود، طرح مبهمی از آنها به چشم می‌خورد. با تعجب دیدم فاصله بین آن دو روشن‌تر به نظر می‌رسد. زرد کمرنگ یا حنایی بود. فیل که متوجه حالت من شده بود گفت اونو میتونه ببینه. سارا برگشت و بازوی فیل را گرفت. سپس به آرامی از من دور شدند. به طوری که از یکدیگر حدود 10 فوت فاصله داشتند. اطراف بدن آنها یک حوزه انرژی صورتی کمرنگ می دیدم. سارا با جدیت گفت خب؟ سپس به طرف من آمد و کنارم زانو زد و گفت حالا به منظره اطراف نگاه کن. به زیبایی اون. عظمت اشکال و طرز قرار گرفتن چیزهای اطراف بیدرنگ مرا تحت تأثیر قرار داد. به نظر می رسید که می توانم کاملا روی انبوه درختان بلوط تمرکز کنم. نه فقط روی یک قسمت، بلکه در یک آن روی کل درخت. شکل استثنایی و طرز قرار گرفتن شاخه های هر درخت به سرعت مرا مجذوب کرد. به تمامی درختان اطرافم یکی پس از دیگری نگاه کردم. با این کار وجود هر یک از درختان بلوط را بیشتر احساس می کردم. گویی برای نخستین بار آنها را می دیدم. یا حداقل نخستین باری بود که کاملا آنها را تحسین می کردم. ناگهان انبوه گیاهان استوایی که در زیر این درختان رویده بود توجه مرا جلب کرد. دوباره به شکل بی‌نظیر هر گیاه نگاه کردم. به نحوه رشد هر گونه گیاهی در کنار سایر گیاهان هم نوع خود در جایی که به نظرم جامعه‌ای کوچک می آمد دقت کردم. برای نمونه
گیاهان بلندی که شبیه درختان موز بودند توسط گلهای شیپوری احاطه شده و این گلها خود در میان گیاهان سرخس مانند کوچکتری قرار گرفته بودند. وقتی به این محیطهای کوچک نگاه می کردم، دوباره طرح و حضور بی‌نظیر آنها چشمانم را خیره کرد. 10 فوت آن طرفتر یک نوع گیاه پرشاخ و برگ توجه مرا به خودش جلب کرد. من اغلب این گیاه را به عنوان گیاه خانگی نگهداری می کردم. این گیاه گونه ای از انواع گلهای شیپوری بود. شاخ و برگش به رنگ سبز تیره و به فاصله 4 فوت از هر طرف رشد کرده بودند. شکل گیاه نشان میداد که کاملا سالم و سرزنده است. سارا گفت: آها، روی اون تمرکز کن، اما نه به طور کامل. در حالی که این کار را می کردم چشمانم را متمرکز کردم. لحظه ای سعی کردم روی فضای دایره‌ای به شعاع 6 اینچ در اطراف هر یک از قسمت‌های گیاه تمرکز کنم و کم کم نقطه‌های نور را می دیدم. سپس با تنظیم حوزه دید خود حباب‌هایی از نور سفید را در اطراف آن گیاه مشاهده کردم. گفتم: حالا یه چیزایی می بینم. سارا گفت: به گیاهای دیگه هم نگاه کن. در حالی که بهت زده شده بودم، قدمی عقب رفتم. در اطراف همه گیاهانی که می دیدم، حوزه قابل رؤیتی به رنگ سفید و کاملا شفاف به چشم می خورد. به طوری که رنگ و شکل گیاه را تحت تأثیر قرار داده بود. متوجه شدم آنچه دیدم پرتویی از زیبایی بی‌نظیر هر گیاه است. گویی در ابتدا من این گیاهان را دیده، سپس متوجه حضور و شکل بی‌نظیر آنها شده بودم و سرانجام چیزی در زیبایی بکر آنها رشد کرده بود و این زمانی بود که من حوزه‌های انرژی را دیده بودم. سارا گفت: ببین، اینو میتونی ببینی؟ روبروی من نشست و رویش را به طرف گل شیپوری برگرداند. حاله ای از نور سفید رنگ که بدن او را احاطه کرده بود به سمت بیرون جریان یافت و به طرف گل شیپوری رفت و در عوض قطر حوزه انرژی گیاه چند فوت زیادتر شد. با تعجب فریاد زدم: لعنتی! آن 2 نفر شروع به خندیدن کردند. خودم هم مدتی خندیدم. میدانستم این اتفاق بسیار شگفت‌انگیز است، اما مشاهده پدیده‌ای که تا چند دقیقه پیش در مورد دیدن آن تردید داشتم برایم به راحتی ممکن شده بود و حتی ذره‌ای دشوار نبود. فهمیدم مشاهده حوزه‌های انرژی بیش از آن که یک احساس خیالی باشد در واقع باعث می شود تا ابعاد پدیده‌های اطراف من مشخص‌تر شود و واقعی‌تر از پیش به نظر بیایند. اما در عین حال همه پدیده‌های اطراف به نظرم متفاوت می رسیدند. شاید می توانستم این احساس را با یک فیلم مقایسه کنم که در آن برای مرموز و جادویی جلوه دادن جنگل آن را تیره می کنند. همکنون گیاهان، برگها و آسمان همگی حضور داشتند و نور ضعیف آنها زندگی و شاید آگاهی گسترده تری ورای فرضیه های معمول ما را به ذهن متبادر می کرد. پس از این مشاهده دیگر به هیچ وجه نمی توانستم جنگل را آنطور که همیشه بود مشاهده کنم. به فیل نگاه کردم. گفتم: بشین و انرژی خودتو به گل شیپوری منتقل کن. میخوام مقایسه کنم. فیل گیج شده بود. گفت: من نمیتونم. نمیدونم چرا نمیتونم این کارو بکنم. به سارا نگاه کردم. او گفت: فقط بعضی از افراد میتونن این کارو بکنن. ما هنوز کاملا متوجه این مسئله نشدیم. مارجوری باید دانشجوهای فارغ التحصیلش رو امتحان کنه تا بفهمه کدومشون میتونن این کارو انجام بدن. یه گروهی از روانشناسا سعی میکنن ارتباطی بین این توانایی و خصوصیات شخصیت برقرار کنن، اما تا حالا نتونستن. گفتم: بذار من امتحان کنم. سارا گفت: خیلی خوب، شروع کن. روبروی گیاه نشستم. سارا و فیل در طرف راست من نشسته بودند. گفتم: خب چطور شروع کنم؟ سارا گفت: همه توجهت رو روی گیاه متمرکز کن و تصور کن که میخوای اون رو با انرژی خودت پر کنی. به گیاه نگاه کردم و تصور کردم که انرژی درونی آن افزایش می‌یابد. پس از چند دقیقه به آن 2 نگریستم. سارا با ناامیدی گفت: متاسفم. به طور حتم تو جز کسایی که میتونن در امتحان قبول بشن نیستی. با عصبانیت ساختگی به فیل نگاه کردم.
فریادهایی خشم‌آلود و عصبانی که از جاده پایین به گوش می‌رسید صحبت ما را قطع کرد. از میان درختان چند نفر دیده می شدند که در حال راه رفتن با عصبانیت گفتگو می کردند. فیل به سارا نگاه کرد و گفت اونا کی هستن؟ سارا گفت نمیدونم. فکر می کنم که یه گروه دیگه از مردم باشن که از کار ما خوششون نمیاد. برگشتم و به جنگل اطراف نگاه کردم. همه چیز به حالت عادی برگشته بود. آهای، من دیگه نمیتونم حوزه های انرژی رو ببینم. سارا پاسخ داد یه چیزایی باعث شدن که سطح انرژیت نزول کنه، مگه نه؟ فیل لبخند زد. به آرامی به شانه‌ام زد و گفت حالا هر وقت بخوای میتونی این کار رو انجام بدی. درست مثل دوچرخه سواریه. تنها کاری که باید انجام بدی اینه که زیبایی رو ببینی و از اونجا کار رو ادامه بدی. ناگهان به یاد ساعت افتادم. خورشید در آسمان بالا آمده بود و نسیم ملایم نیمروزی درختان را تکان میداد. ساعت 7:50 بود. گفتم فکر میکنم بهتره برگردم. سارا و فیل نیز به همراه من آمدند. در راه بازگشت من دوباره به آن تپه‌های جنگلی نگاه کردم. گفتم جای قشنگیه. حیف که توی امریکا جاهایی به این زیبایی خیلی کمه. فیل گفت وقتی حوزه انرژی مناطق دیگر رو ببینی متوجه میشی که این جنگلا چقدر زنده و فعال هستن. به این درختای بلوط نگاه کن. این درختها توی پرو کمیاب هستن اما اینجا توی ویسینته رشد میکنن. یه جنگل قطع شده، به خصوص اگه درختای تنومند اونو قطع کنن تا کاجها توی اونجا رشد کنن و منفعت بیشتری واسهشون داشته باشن، حوزه انرژی ضعیفی خواهد داشت. یه شهر بدون در نظر گرفتن مردم انرژی کاملا متفاوتی داره. سعی می کردم روی گیاهان کنار مسیر حرکتمان تمرکز کنم اما راه رفتن مانع از این کار می شد. گفتم مطمئنین من دوباره میتونم این حوزه ها رو ببینم؟ سارا پاسخ داد حتما. هیچ وقت نشنیدم کسی اولین بار بتونه این کار رو انجام بده ولی دفعات بعد نتونه انجامش بده. یه بار چشم پزشک محققی اومد اینجا، بعد از اینکه یاد گرفت حوزه های انرژی رو ببینه حسابی هیجان زده شد. موضوع از این قرار بود که اون قبل از اون روی افرادی که دچار اختلال بینایی بودن از جمله مثلا افراد کوررنگ مطالعه کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که گیرنده های چشم بعضی از افراد به قول خودش تنبلن. اون به مردم یاد داده بود چطور رنگایی که تا حالا ندیده بودن رو ببینن. طبق گفته اون دیدن حوزه های انرژی هم مثل همین کاره، یعنی بیدار کردن گیرنده های غیر فعال، کاری که از نظر تئوری همه قادر به انجامش هستن. گفتم ای کاش توی محلی مثل اینجا زندگی میکردم. فیل پاسخ داد نه اینکه آرزوی همه ما نیست. سپس به سارا نگاه کرد و گفت دکتر هینز هنوز اینجاست؟ آره، اون نمیتونه اینجا رو ترک کنه. فیل به من نگاه کرد. در حال حاضر شخصی اینجاست که تحقیقات جالبی در مورد اثر انرژی روی اشخاص انجام میده. آره، من دیروز باهاش صحبت کردم. فیل ادامه داد. آخرین باری که اینجا بودم به من گفت میخواد یه مطالعاتی در زمینه تأثیرات فیزیکی حاصل از نزدیکی به محیطهای پر انرژی مثل اون جنگل انجام بده. اون میخواست کارایی اعضای بدن و بازده اونا رو مورد بررسی قرار بده تا این تأثیر رو مشاهده کنه. سارا گفت خب من تقریبا این تأثیر رو میدونم. وقتی به این سمت میام احساس بهتری دارم. همه چیز از رشد بیشتری برخورداره. فکر میکنم قوی تر هستم. میتونم بهتر و سریعتر فکر کنم. بینشایی که از این راه به اونا میرسم و نحوه ارتباط اونا با کار من توی فیزیک خیلی جالبه. تو در مورد چه مسئله بررسی و مطالعه میکنی؟ یادت میاد راجع به تجارب پیچیده‌ای که توی علم فیزیک اومده صحبت کردم و گفتم این ذرات کوچک اتم به هر سطحی که دانشمندان میخوان منتقل میشن؟ آره. خب من سعی کردم این نظریه رو با تجربه های خودم یه کمی گسترش بدم. منظورم حل مشکلات و مسائل افرادی که روی ذرات تشکیل دهنده اتم کار میکنن نیست، بلکه میخوام مسائلی رو که قبل از این راجبشون صحبت کردم روشن کنم. جهان فیزیکی در کل از زمانی که از یه انرژی پایه تشکیل شد تا چه حدی پاسخگوی سوالهای ماست.
انتظارهای ما تا چه میزان توی به وجود اومدن رویدادهای زندگی ما مؤثرن؟ منظورت رویدادهای همزمانه؟ آره، به وقایع زندگی خودت فکر کن. بر اساس عقیده قدیمی نیوتن همه چیز اتفاقیه. شخص میتونه تصمیمای مناسبی بگیره و خودشو آماده کنه، اما هر واقعه‌ای مستقل از طرز فکر ما سیر علت و معلولی خودش رو داره. بعد از تحقیقات اخیر توی فیزیک مدرن به طور منطقی شاید این سوال مطرح بشه که آیا جهان هستی پویاتر از این هست یا نه؟ شاید جهان بر اساس قانون مکانیستیک در گردش باشه، اما در ضمن با زیرکی و ظرافت نسبت به انرژی ذهنی که ما به اون منتقل میکنیم واکنش نشون میده. منظورم اینه که خب چرا که نه؟ اصلا اگه ما میتونیم رشد گیاها رو سریعتر کنیم، شاید بتونیم وقوع بعضی از رویدادها رو هم سریعتر یا مطابق اون چیزی که توی فکر ما هست آهسته تر کنیم. کتیبه راجع به این مسائل چیزی گفته؟ سارا به من لبخند زد. البته، در واقع این مسائل توی کتیبه بیان شده. همانطور که راه می رفتیم شروع به جستجو در کیف خود کرد تا عاقبت پوشه ای از آن درآورد. این نسخه مال توه. نگاهی اجمالی به آن کردم و آن را در جیبم گذاشتم. از روی پل عبور می کردیم که لحظه ای تأمل کردم تا به رنگها و شکل گیاهان اطرافم نگاه کنم. به جاهای دیگر خیره شدم و بیدرنگ حوزه‌های انرژی را در اطراف هر آنچه در میدان دیدم قرار داشت مشاهده کردم. اطراف سارا و فیل حوزه‌ها به صورت حاله‌ای از آمیزه رنگ‌های زرد و سبز بود. اگرچه حوزه انرژی سارا کمی صورتی رنگ می‌شد. ناگهان هر دو ایستادند و با اشتیاق به آن کوره راه خیره شدند. 50 فوت جلوتر مردی با عجله به طرف ما می آمد. احساس نگرانی شدیدی کردم، اما میخواستم همچنان به مشاهده حوزه‌های انرژی ادامه دهم. وقتی نزدیکتر شد او را شناختم. همان دانشمند بلندقدی بود که از دانشگاه پرو آمد و روز گذشته مسیر محل مورد نظرش را از ما پرسیده بود. اطراف او لایه‌ای از نور قرمز را می‌دیدم. زمانی که به طرف ما آمد، رو به سارا کرد و با حالتی مؤدبانه گفت: شما دانشمند هستین، اینطور نیست؟ سارا پاسخ داد: بله. پس چطور این وضع رو تحمل میکنین؟ من محوطه های تحقیق رو دیدم، نمیتونم این آشفتگی رو باور کنم. شما روی هیچ چیزی تسلط ندارین. رشد سریع این گیاه ها رو میشه به طرق مختلفی توجیه کرد. تسلط روی چه چیزی غیر ممکنه آقا؟ ما دنبال اهداف کلی هستیم. من متوجه شدم که سارا عصبانی شده است. اما این فرضیه که یه انرژی که به تازگی قابل رؤیت شده اساس به وجود اومدن موجودات زنده رو تشکیل میده مزخرفه. شما هیچ مدرکی ندارین. ما دنبال پیدا کردن مدرک هستیم. اما چطور میتونین قبل پیدا کردن دلیل موجودیت همه چیز رو توضیح بدین؟ حالا هر دو با عصبانیت صحبت میکردن، اما من با سردرگمی به سخنان آنها گوش میکردم. چیزی که توجه مرا جلب کرده بود فعالیت حوزه‌های انرژی آن دو بود. وقتی مباحثه آنها شروع شد، من و فیل چند فوت عقب‌تر رفتیم. سارا و آن مرد هم روبروی یکدیگر به فاصله 4 فوت ایستاده بودند و بحث میکردند. ناگهان به نظرم رسید که حوزه‌های انرژی آنها گویی در نتیجه یک جنبش داخلی به گونه‌ای متراکم‌تر و فعالتر شده است. همچنان که گفتگو ادامه داشت، حوزه‌های انرژی آنها شروع به ترکیب شدن کردند. وقتی یکی عقیده‌اش را بیان می‌کرد، حوزه انرژی او به وسیله‌ای که گویی نوعی حرکت هوا بود حرکت می‌کرد و به طرف حوزه دیگری کشیده می‌شد. اما وقتی دیگری مخالفت می‌کرد، انرژی به طرف او باز می‌گشت. به نظر می‌رسد در قانون پویایی حوزه‌های انرژی، پیروزی فکر شخص به معنای تصاحب قسمتی از حوزه انرژی طرف مقابل و کشاندن آن به طرف حوزه خود است. سارا به آن مرد می‌گفت: به علاوه ما پدیده‌هایی رو که سعی در درک اونا داشتیم مشاهده کردیم. مرد نگاه تحقیرآمیزی به سارا کرد و گفت: پس شما دیوونه و بی‌صلاحیت هستین. و سپس رفت. سارا فریاد زد: تو یه دایناسوری! من و فیل خندیدیم. اما سارا هنوز عصبانی بود.
وقتی در طول جاده دوباره شروع به راه رفتن کردیم سارا گفت این آدما منو عصبانی میکنن. فیل گفت فراموشش کن، این آدما گاهی به اینجا میان. سارا گفت اما چرا اینقدر زیاد هستن؟ چرا همین حالا اومدن؟ زمانی که به اقامتگاه رسیدیم من ویل را کنار جیپ دیدم. درهای جیپ باز بودند و ابزارها هم روی کاپوت پراکنده بودند. ویل بلافاصله مرا دید و اشاره کرد که به طرف او بروم. گفتم خب فکر میکنم باید برم. هنگامی که من سعی کرده بودم وضعیت انرژی سارا هنگام مباحثه را توضیح دهم، هر دو به مدت 10 دقیقه ساکت شده بودند. از قرار معلوم نتوانسته بودم موضوع را به خوبی بیان کنم، چرا که گفته‌های من فقط نگاه‌های گنگ آنان را به دنبال داشت و باعث شد همگی مدت طولانی در خود فرو رویم. سارا دستش را جلو آورد. از ملاقات با تو خوشبخت شدم. فیل همانطور که به جیپ نگاه می‌کرد پرسید اون ویل جیمزه؟ همون مردی که همراه تو سفر میکنه؟ گفتم آره، چطور؟ فقط تعجب کردم. من اونو این اطراف دیدم. صاحب این ملک رو میشناسه و جز اولین آدماییه که به تحقیق در مورد حوزه‌های انرژی در اینجا کمک کرد. گفتم بیا و باهاش آشنا شو. نه، باید برم. بعداً همین اطراف میبینمت. میدونم که نمیتونی مدت زیادی از اینجا دور بمونی. بدون شک. سارا هم گفت که باید برود و میتوانم با او در اقامتگاه تماس بگیرم. چند دقیقه دیگر هم ایستادم و از کارهایی که به من آموخته بودند تشکر کردم. سارا با لحنی جدی گفت دیدن انرژی یا همون فهمیدن این طرز نگرش جدید به دنیای فیزیکی از طریق یک نوعی انتقال رشد پیدا میکنه. ما اونو نمیفهمیم، اما وقتی با کسایی که این انرژی رو میبینن معاشرت داشته باشیم کم کم قادر به مشاهده اون میشیم. پس برو و اون رو به دیگران نشون بده. سر را به نشانه تصدیق تکان دادم و با عجله به طرف جیپ رفتم. ویل با لبخند از من استقبال کرد. پرسیدم آماده ای؟ گفت تقریباً. صبح چطور گذروندی؟ گفتم خیلی جالب بود. خیلی چیزا هست که باید واسه تعریف کنم. بهتره اونا رو واسه بعد بذاری. در حال حاضر بهتره که از اینجا بریم. جو اینجا همچین دوستانه به نظر نمیرسه. به اون نزدیک شدم و پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ چیز مهمی نیست. بعداً توضیح میدم. وسایلتو بردار. به اقامتگاه رفتم و وسایلی را که در اتاق گذاشته بودم برداشتم. ویل پیش از آن به من گفته بود که صاحب آنجا مردی سخاوتمند است و اقامت در اینجا مجانی است. بنابراین به قسمت پذیرش رفتم. کلید را به مسئول آنجا دادم. بیرون آمدم و به طرف جیپ رفتم. ویل کاپوت را بالا زده بود و چیزی را بررسی می‌کرد. وقتی من رسیدم، در کاپوت را محکم بست و گفت: خیلی خوب، بریم. از محوطه پارکینگ بیرون رفتیم. سپس وارد راهی شدیم که ما را به جاده اصلی هدایت می‌کرد. اتومبیل‌های زیادی همزمان با ما آنجا را ترک می‌کردند. از ویل پرسیدم: خب، چه خبر شده؟ پاسخ داد: یه گروهی از مقامات محلی همراه یه گروه در ظاهر دانشمند از آدمایی که توی این مرکز گرد همایی همکاری دارن شکایت کردن. البته اونا نگفتن که کار غیر قانونی اینجا هست، بلکه فقط گفتن که یه تعدادی از افرادی که اینجا هستن ممکنه به قول خودشون دانشمند غیر قانونی و نادرستی باشن. این مقاما میتونن حسابی دردسر درست کنن و این مسئله باعث میشه که صاحب اقامتگاه ورشکست بشه. من بهت زده به او نگاه کردم و او ادامه داد: میدونی آدمای زیادی به طور همزمان به این اقامتگاه میان. فقط عده کمی از اونا در مورد کتیبه تحقیق میکنن. بقیه کار خودشونو میکنن و واسه استفاده از زیبایی طبیعت میان اینجا. اگه مقامات رفتار بدی داشته باشن و جو نامساعدی ایجاد کنن، این آدما دیگه به اینجا نمیان. فکر میکنم گفتی که مقامای مسئول نمیخوان درآمد حاصل از جهانگردی رو از دست بدن. آره، فکر نمیکردم این کارو بکنن. یه نفر اونا رو علیه کتیبه تحریک کرده. کسی توی محوطه باغا فهمید که چه اتفاقی افتاده؟ گفتم نه، فکر نمیکنم. اونا فقط متعجب بودن که چطور یهو این همه آدم عصبانی ریختن اینجا. ویل ساکت ماند. ما از در خارج شدیم و به طرف جنوب شرقی حرکت کردیم.
پس از طی 1 مایل وارد جاده دیگری شدیم که دقیقاً تا رشته کوهی در شرق امتداد داشت. پس از مدتی ویل گفت ما مستقیم از میون باغ‌ها عبور می‌کنیم. روبروی ما چند قطعه زمین و نخستین ساختمان فلزی دیده می‌شد. وقتی از آنجا رد می‌شدیم در ساختمان باز شد و من به چشمان کسی که خارج می‌شد خیره شدم. مارجوری بود. لبخند زد و همانطور که ما رد می‌شدیم به طرف من برگشت و برای مدتی طولانی نگاهمان به هم خیره ماند. ویل پرسید اون کی بود؟ پاسخ دادم خانومی که روز گذشته ملاقات کردم. سر تکان داد و موضوع رو عوض کرد. بصیرت سومو خوندی؟ یه نسخه ای از اونو به من دادن. ویل پاسخ نداد. مثل اینکه در افکارش غرق شده بود. من ترجمه را درآوردم و مشغول خواندن بقیه آن شدم. از آنجا به بعد بصیرت سوم به طور دقیق ذات زیبایی را توضیح میداد و این ادراک را به عنوان راهی که به مشاهده حوزه‌های انرژی توسط بشر می‌انجامد توصیف کرده بود. بنابر گفته کتیبه، وقتی حوزه‌ها را مشاهده کردیم، فهم ما از جهان فیزیکی به یک باره تغییر می‌کند. برای مثال، ما شروع به خوردن غذاهایی می‌کنیم که سرشار از انرژی هستند و متوجه می‌شویم که بعضی مکانها انرژی بیشتری گسیل می‌کنند. بیشترین ارسال انرژی در مکانهایی که طبیعت کهن دارند، به خصوص جنگل‌ها صورت می‌گیرد. صفحات آخر را می‌خواندم که ویل ناگهان شروع به صحبت کرد. گفت: بگو ببینم توی باغ‌ها چی دیدی؟ تا آنجا که می‌توانستم وقایع 2 روز گذشته را به دقت توضیح دادم. حتی نام کسانی را که ملاقات کرده بودم به ویل گفتم. وقتی راجع به ملاقاتم با مارجوری صحبت کردم، ویل به من نگاه کرد و لبخند زد. پرسید: چقدر راجع به سایر بصیرت‌ها و نحوه ارتباط اونا با کاری که این آدم‌ها انجام میدادن صحبت کردین؟ پاسخ دادم: من در این مورد با اونا صحبت نکردم. اول به اونا اعتماد نداشتم، اما متوجه شدم که اونا مطالب بیشتری میدونن. فکر میکنم اگه تو کاملا به اونا اعتماد داشتی میتونستی اطلاعات مهمی رو در اختیارشون قرار بدی. چه نوع اطلاعاتی؟ با نگاهی دوستانه گفت: فقط خودت میدونی. نمیدانستم چه بگویم. بنابراین به چشمانداز اطراف نگاه کردم. زمین را تپه و صخره پوشانده بود و رگه‌های گرانیت تا سطح جاده پایین آمده بودند. ویل پرسید: فکر میکنی چه چیزی باعث شد که وقتی از باغ‌ها رد میشدیم تو دوباره مارجوری رو ببینی؟ میخواستم بگویم فقط یک رویداد همزمان، اما در عوض گفتم نمیدونم، تو چی فکر میکنی؟ فکر نمی‌کنم هر حادثه‌ای یه رویداد همزمان باشه. به نظر من شما 2 نفر یه کار نیمه تموم دارین. شما باید یه چیزی به هم میگفتین، اما این کارو نکردین. این عقیده مرا هیجان زده کرد، اما نگران هم شدم. همه عمر به انزواطلبی زیاد، سوال کردن از دیگران بدون اینکه اظهار نظری بکنم و موضع خود را آشکار سازم متهم شده بودم. از خودم پرسیدم چرا همکنون این موضوع بار دیگر پیش آمده بود. در ویسینته احساس می کردم که جسور و با لیاقت هستم، اما حالا فقط احساس افسردگی شدید توأم با نگرانی می کردم. گفتم تو باعث افسردگی من شدی. بلند خندید و گفت این من نبودم، این تأثیر ترک ویسینته است. انرژی اون محل تو رو مثل یک کایت بالا برده. فکر میکنی چرا این دانشمندا از سالها پیش اینجا هستن؟ اونا هیچ سرنخی واسه این که بدونن چرا اینقدر اینجا رو دوست دارن پیدا نمیکنن. برگشت مستقیم به من نگاه کرد و گفت اما ما علتشو میدونیم مگه نه؟ جاده را بررسی کرد. سپس بار دیگر با دقت به من نگاه کرد و گفت وقتی یه جایی مثل اینجا رو ترک میکنی باید تموم انرژی خودتو به کار بگیری. من گیج شده بودم و فقط به او نگاه میکردم. او لبخندی اطمینان بخش به من زد. سپس بدون اینکه حرفی بزنیم حدود 1 مایل دیگر رو طی کردیم تا اینکه ویل گفت در مورد اتفاقایی که توی باغ‌ها افتاده بود بیشتر برام توضیح بده. من ادامه ماجرا رو تعریف کردم. وقتی در مورد دیدن حوزه‌های انرژی توضیح میدادم، او با تعجب به من نگاه کرد ولی چیزی نگفت. پرسیدم: تو میتونی حوزه‌های انرژی رو ببینی؟ نگاهی به من کرد و گفت: آره، ادامه بده.
بدون اینکه مکث کنم ماجرا را تعریف کردم تا جایی که به مباحثه سارا و آن دانشمند پرویی رسیدم و سپس چگونگی فعالیت حوزه‌های انرژی آنها را طی گفتگویشان توضیح دادم. او پرسید: نظر سارا و فیل راجع به این موضوع چی بود؟ گفتم: هیچی. به نظر میرسه نظر خاصی ندارن. فیل گفت: فکر نمی‌کنم. اونا اونقدر مجذوب بصیرت سوم شدن که جلوتر نرفتن. توی بصیرت چهارم اومده که بشر چطور بر سر انرژی رقابت میکنه. پرسیدم: رقابت برای انرژی؟ فقط لبخندی زد و با سر به ترجمه‌ای که در دست داشتم اشاره کرد. قسمتی را که هنوز نخوانده بودم پیدا کردم. از آن پس کتیبه راجع به بصیرت چهارم توضیح میداد. طبق کتیبه سرانجام بشر جهان هستی را به صورت آمیزه‌ای از یک انرژی پویا می‌بیند. انرژیی که ما را حفظ می‌کند و نسبت به انتظارهای ما واکنش نشان می‌دهد. به علاوه خواهیم دید که ما از یک منبع بزرگتر انرژی جدا شده ایم و در میابیم که این جدایی باعث شده که ما احساس ضعف، ناامنی و کمبود نماییم. در رویارویی با این کمبود، بشر همواره میکوشد تا انرژی شخصی خود را از تنها طریقی که شناخته است افزایش دهد، یعنی از طریق یافتن راهی که بتواند آن را در لحظه‌ای مناسب از دیگران برباید. یک رقابت ناخودآگاه که اساس مبارزه ها و اختلاف ها را تشکیل می دهد.